مقامات تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در نسبت 6 ناظر محبس وحدت با نام کرپیش مشهور است پرونده باز کرده. نسبت خنک نظری آنها تفتیشات را ادامه داده ایستاده است و همچنین در نسبت 40 نفر از محبوسانی که در آشوب دست داشته‌اند همچنین پرونده ها باز شده و تفتیشات ادامه دارد. ولی به طور رسمی مقامات تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در رابطه به این خبر و اطلاع نداده است، اما طور مقامات نزدیک به تفتیشات میگویند در این حادثه 32 نفر کشته شده است، از جمله 3 کارمند ناظر محبس وحدت و همچنین 29 نفر از محبوسان به قتل رسانده شدند. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و در رابطه به نتیجه آن هنوز اطلاع داده نمی شود، اما چند سوال هایی که در میان هست و سوال های اصلی هستند که هنوز به آن مقامات تفتیشاتی و هم ریاست محبس ها و خود محبس ها هنوز پاسخ ندادند. یعنی چگونه در محبس وحدت با نام کرپیچنی که نظامش سنگین است این حادثه رخ داده و نماینده های داعش به اصطلاح توانستند که با چند نفر از محبوسان بدرفتاری کنند، آنها را به قتل رسانند و چند تن از محبوسانی که نامشان در جامعه تاجیکستان شناخته شده است مثل سید قیام الدین غازی که با نام گنرال مشهور بود و شیخ تیمور و هم معصوم ستار که نامشان معلوم بود، اینها به طور فجیع کشته شدند. تقریبا چند ماه قبل در محبس رقم 3 خوجند نیز عین همین حادثه رخ داد و در اونجا نیز بیش از 30 نفر کشته شد و در تا حال حاضر پرونده محبوسانی که در این آشوب دست داشتند ادامه دارد و هنوز حکم دادگاه در نسبت آنها نشر نشده است.